آقایون عراقی توجه بفرمایید میاد ایران. من نمیگم برادران عراقی، چون شما برادر من نیستید. من فراموش نمی کنم شما دست و پای قواسای ما رو بستید، فرستادید سنگ بستید پاشون، فرستادید رودخونه. من فراموش نمی کنم، من یکی فراموش نمی کنم که شما ایرانی‌ها رو زنده زنده دفن کردید. کدوم برادری همچی کاری میکنه؟ شما برادر من نیستید که. شاید برادر آقای لاریجانی با آقای صالحی باشید، اونا عراقی هن دیگه، شما برادر اونایی. شما نمیدونم تو مجلس جاهای دیگه ارگانهای دیگه آدم داشته باشید. میدونم که حتما 100% دارید، یکی نمازتون دارن طرفداری میکنن. اصلا ایران شده عراق. آقا جان من گوش کنید، شما تشریف میاد اینجا توریست در خدمتتون هستیم، بیایید بگردید برید. همونطور که ما میایم عراق اونجا زیارت، برمیگردید مملکت خودتون. شما برگردید مملکت خودتون. میاد برای تحصیل، بفرمایید درس بخونید. یه دفعه قبول نمیکنید به همه دانشگاه بو علی رو بگیرید برای خودتون. حالا گرفتید ببین نره. بیا اونجا دسترازی کنید به نوامیس ما، دستتو قطع میکنیم. بگم اینجا کاباره و دانسینگ عراق نیستا. بگم ما اینجا شوخی با کسی نداریم. یهو میبینی که یهو غیرت زد بالا، یه کار دستت میدیم ما. بگم اینو حواستون رو جمع کنید. مجلس محترم، شما چه حقی دارید که این قانون رو تصویب بکنید که هر خارجی بیاد ایران و یک دختر ایرانی رو صیغه کنه و بهش تابعیت بدیم؟ بی غیرتایی که تو مجلس نشستید، شما در طول جنگ ما برای یک جنازه دختر ایرانی که از عراق بیاریم کلی شهید دادیم. دختر ایرانی رو اونجا برده بودن، لباساشو در آورده بودن و به شهادت رسونده بودنشون. بچه‌های ما رفتن اونجا این جنازه رو بردارن بیان، کلی شهید دادیم. بی غیرت. حالا شما نشید اینجا بخواید ناموس ما دو دستی بدید تو سینی بدید به اینا. ما چنین اجازه به شما مجلسیان بی غیرت هم نمیدیم. من بهتون بگم حواستون رو جمع کنید، فکر نکنید واسه خودتون کسی هستی. آقای ثابتی اونجا نشستی، اینجا رگی گردن تو چیز میکنی، داد میزنی. اینجا داد بزن بابا جون من، اینجا جاشو داد بزنی.